خب بچه ها سلام، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. بوده داشته باشید. من علیم و اینجا کانال خودمونیه. پادکست بنده رو میشنوید از یوتیوب چنل خودمونی. قبل از هر چیزی که بخوام شروع بکنم لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، حمایتم کنید چون به حمایتتون خیلی نیاز دارم. و اینکه جز کانال یوتیوب میتونید از پلتفرم های اسپاتیفای و کست باکس و فکر میکنم توی برنامه خود پادکست اپل هم آپلود بکنم پادکسته که ضبط میکنم و میتونید از اونجا هم که شما منو بشنوید. خوشحال میشم که با سابسکرایب کردنتون منو حمایت کنید بچه ها. لایک و کامنت هم که یادتون نره. مرسی. خب آقا امروز اومدیم راجع به چی صحبت کنیم؟ اگه گفتین چون خودم هم نمیدونم راجع چی قرار صحبت کنیم. امروز من میخواستم پادکست ضبط بکنم و امروز که نمیخواستم ضبط بکنم، یعنی قرار بود که دو هفته پیش، نه یه هفته پیش من پادکستم رو ضبط بکنم، اولین اپیزود کانال خودمون رو، ولی متاسفانه مریض شدم. هنوزم فکر میکنم از صدام مشخص باشه که یه مریضی هنوز دارم. و اینکه آره میخواستم که هفته پیش میخواستم ضبط بکنم، ولی خب متاسفانه مریض شدم و نشد. حالا دیگه وقت رو تلف نکردم، موضوع انتخاب نکردم متاسفانه و سریع شروع کردم به ضبط کردن. اصلا مهم نیست میخوام چی بگم، چون اگر که این کار نمی کردم امروز دوباره هی مکول میشد به روزهای بعدی و روزهای بعدی هم که هر روزم یه اتفاقای مختلفی میفته که باعث میشه من این کار رو نکنم. حالا به هر حال خیلی خوش اومدید. اینجا کانال خودمونیه، کانال خودتونه و قراره که کلی با هم دیگه گپ بزنیم، صحبت بکنیم راجع به موضوعات مختلف و با هم تبادل نظر داشته باشیم راجع به موضوعات مختلف که ببینیم هر کسی نظرش چیه، چه نظراتی راجع به موضوعات مختلف داره. و اینکه حالا کم کم که پیش بریم آیدی تلگرام میذارم، میتونید اونجا برام بفرستین. حالا هر کامنتی که دارید، وایس، عکس، ویدیو یا حتی تکست راجع به موضوعی که میخوایم که با هم صحبت بکنیم و حتما هر اپیزود رو میگم که راجع به چه موضوعی میخوایم صحبت بکنیم که شما بدونید موضوع هفته بعد چیه یا اپیزود بعد چیه، چون نمیدونم دیلی آپلود میکنم یا هفتگی. به خاطر همین آره قبل تو هر ویدیو میگم موضوع ویدیو بعدی چیه که بتونیم شما هم داشته باشین کنار خودمون و این برنامه رو خیلی کامپلت تر داشته باشیم و بتونیم که نظرات شما رو هم بشنویم و راجع موضوع مختلف و به نتیجه گیری درست و جامعی برسیم که همه جوانب یه موضوع رو سنجیده باشیم، راجع بهش صحبت کرده باشیم. به نظرم خیلی مهمه که فقط اینجا من نشینم و صحبت بکنم راجع به موضوعات مختلف صرفا نظر من باشه. من اینو دوست ندارم، دوست دارم که نظر همگی باشه، همه تو شراکت داشته باشیم و بدونیم که فقط نظر ما مهم نیست، نظر بقیه هم مهمه. چرا که به نظرم توی این مدت اخیر به نظرم نیازه که بیشتر حرف هم دیگه رو بشنویم کلن راجع موضوع مختلف، راجع به از همه جوانه به موضوع دیگه که فقط از یه بعد بهش نگاه نشه. صرفا دوست دارم که از همه ابعاد
تا جایی که بشه. خیلی سخته میدونم، ولی دوست دارم از تمام ابعادی که میتونم استفاده بکنم توی حداقل پادکست خودم، با نظرهای شما، با نظرهای خودم، که به نظر جامع و کامل درستی برسیم. و اینکه دیگه صحبت خاصی نیست. خیلی خوش اومدین. بازم میگم کانال خودتونه، کانال خودمونیه اینجا، و قراره که اینجا پادکست با هم ببینیم، بشنویم. این کانال هم البته اینجوریه. یه کانال دیگه من حالا تأسیس کردم 2 سال، فکر کنم 2-3 سال پیش، که فعالیتی نداشتم توش. پارسالیه 2-3 تا ویدیو گرفتم، البته بیشتر گرفتم ولی متاسفانه آپلود نکردم. حالا یا خوشبختانه نمیدونم، آپلودشون نکردم و هی پشت سر هم دیگه اون ویدیو که دیگه هیچ اکسپایر شد و کلا آپلودشون نکردم. حالا امیدوارم که این کانال رو خیلی جدی‌تر بگیرم خودم، چرا که من کلا کار صدا و تصویر رو خیلی دوست دارم، خیلی علاقه دارم بهش و امیدوارم که تو این کار موفق باشم در کنار شما، چون حمایتتون رو واقعا نیاز دارم. مثل حس میکنم یه نویزی تو گوشم، نمیدونم چرا. آره، بعد حس میکنم که چی میخواستم بگم یادم رفت. قبل از اینکه بخوام شروع کنیم راجع به مسائل و اینجور صحبت کردن، یکم من از خودم بگم. من اسمم علیه. اولش باید معرفی میکردم خودم، ولی متاسفانه الان تقریبا 7 دقیقه خورده ای دارم صحبت میکنم، خودم معرفی نکردم. من علیم بچه‌ها، خیلی خوش اومدین. دیگه چی بگم خدمتتون؟ اینکه کانال اینو نمیخوام بگم، ولش کن. کانال چی؟ اصلا چی میخواستم بگم؟ این ولش کن. من وقتی که دارم صحبت میکنم ذهنم تو 1000 تا جایه و نمیتونم خیلی تمرکز کنم. خیلی بده این، میدونم. کم کم درستش میکنم که شما هم اذیت نشین با این پخش و پلا بودن ذهن من. و خیلی کار سختیه که بخوام اینو چیز بکنم، چون عادیاً خیلی آدمی هم که زیاد فکر میکنم. نمیخوام کلمات انگلیسی زیاد استفاده کنم چون خیلی احساس میکنم ادایی و چیز میشه. ولی خب بعضی موقعی که دارم فکر میکنم که یه کلمه بگم، به خاطر اینکه میخوام که فارسیش بیاد تو ذهنم، خاطر همینه که بعضی موقع توپق میزنم یا ریپ میزنم بین صحبت کردنم. عذر میخوام. البته که فکر میکنم که بچه‌ای که تصویری نمیبینن ما رو، فقط به صورت شنیداریه، این موضوع رو زیاد متوجهش نشد. ولی خب آره، من هرچی که تو ذهنم بیاد و سعی میکنم تو ویدیو بگم، جلوشو نمیگیرم. خودمم دیگه، کاملا خودمم. آره، اینم از این موضوع. یه چیزی که میخواستم راجع بهش صحبت بکنم اینه که من تقریبا از 7 یا 8 سال پیش تصمیم داشتم که کانال یوتیوبی برای خودم راه بندازم و متاسفانه این کارو نکردم. حالا چرا؟ به دلیل اینکه بسیار آدم کمالگراییم، متاسفانه تو خیلی از موضوع اصلا یعنی نمیشه دیگه. یعنی تا اون چیزی که میخوام نباشه اصلا اون کارا رو انجام نمیدم. خیلی بده میدونم، ولی متاسفانه اینجوریم. یعنی باید همه چی توی پرفکت ترین حالتی باشه که من، حالا از نظر خودم، از نظر بقیه شاید اصلا پرفکت نباشه. حالا همین ویدیویی هم که دارم الان ضبط می‌کنم میدونم اصلا پرفکت نیست، ولی برای شروع دیگه دارم میگیرم. حالا دیگه هر جوری بشه امیدوارم که خوب از آب در بیاد. آره، ولی آره، من از 7-8 سال پیش تقریبا دوست داشتم که این کارو شروع بکنم. متاسفانه میگم شروع نکردم به دلایل مختلف، شرایط زندگی و مسائلی که پیش اومد سر راه هم قرار گرفت و نشد. حالا به هر دلایلی که اصلا نمیخوام راجع بهشون صحبت کنم چون سرتون درد میاد.
میدونم همینجوری دارم صحبت میکنم تک تکی. دوست به خاطر این گفتم که دوست دارم تعاملمون با هم بیشتر بشه تو حالا همه جا، هر جایی که بتونید با هم در ارتباط باشید، به خاطر اینکه دوست ندارم فقط من بیام اینجا صرفا بشینم فقط صدای من باشه. دوست دارم که صدای شما هم پخش کنم، ویدیوهاتون رو پخش بکنم و یه تبادل نظر خیلی خوبی داشته باشیم با هم دیگه. و اینکه چقدر این کار سخته، چقدر این کار سخته، به دلیل اینکه من فکر می‌کردم خیلی آسونه که آدم بشینه جلوی دوربین و بخواد مثلا خودش تک و تنها بشینه صحبت بکنه و فکر می‌کردم خیلی آسون تر باشه. یعنی وقتی مثلا نگاه می‌کردم ویدیوهای پادکست و حالا کلا ویدیوهای یوتیوب میگفتم که خیلی راحته دیگه، اوکی بریم برای ضبطش و فلان و اینا، ولی نمی‌کردم. یا ضبط می‌کردم مثلا آپلود نمی‌کردم، کلا شروع نمی‌کردم. خیلی بده، میدونم خیلی بده، ولی خب رو خودم هی کار کردم و این رو خودم کار کردنه اولوش 8 سال طول کشیده و اصلا خوب نیست دیگه، میدونی، یعنی هی یه چیزی هستش که هی جلوتو میگیره، این اصلا خوب نیست. شما امیدوارم که این کار رو اصلا نکنید چون خیلی اذیت میشید، میدونی، چون یه چیزی بود که تو دلم بود همیشه دیگه، همیشه این تو دلم بود که من یه کانال یوتیوب دوست دارم داشته باشم، حرف بزنم، یه کامیونیتی داشته باشم برای خودم. این داستانه هی کش اومد تا امروز. امیدوارم که این ویدیو رو آپلود بکنم که میکنم، مطمئنم میکنم دیگه، بسته چون دارم دیوونه میشم یه جورایی و خیلی دارم اذیت میشم خودم حتی. به خاطر همین موضوع دوست دارم که شروع بکنم این کار رو، حتی به غلط حتی نه به غلط نه، حتی به ناقص بودن مثلا یا موضوعم یا ویدیوم، حالا هرچی دوست دارم شروع بکنم و دیگه بسته. امیدوارم که شما هم هر کاری که تو دلتونه دوستش دارید شروع بکنید، چرا که وقتی آدم کاریو که دوست نداره میکنه یا کاری که دوست داره رو شروع نمیکنه خیلی اذیته. من حداقل خودم اینجوریم، شما رو نمیدونم ولی خودم حقیقتا خیلی اینجوریم که اذیت میشم وقتی که اون کاری که دوست دارم رو انجام نمیدم و خیلی بده دیگه. حس میکنم که یعنی به دردی چیزی نمیخورم، این حس بهم دست میده. آره خلاصه که برید سراغ اون چیزی که دوست داریدش. الان خودمم یکی بعد اینا رو به خودم بگه دیگه، چون الان متاسفانه این همه سال تعریف کردم براتون. من فکر کنم از سال 2016 17 آره دیگه، سال 2016 17 دوست داشتم این کارو بکنم، بلکه هم 2015، چون یادمه که موقع PS4 اومده بود. بعد ما یه قبل از اینکه PS4 رو بخریم من یه تحقیق و سرچ و اینا کرده بودم، بعد کلی ویدیو آنباکس دیده بودم راجبش و اینا، بعد هی ویدیو آنباکس دیدم، بعد عاشق این کار شده بودم از همون موقع، عاشق این کار شده بودم و هی میدیدم و اینا. بعد روزی که ما پلی‌استیشن رو خریدیم باندل آنچارتد بود، حالا هر کسی که گیمر هم هستن چیز خیلی خفنی بود. بعد اومدیم خونه و ویدیو آنباکس فکر کنم ساعت 9:30 شب بود ما رسیدیم خونه و آره رسیدیم خونه همون ساعت 9:30 شب بود. من شام نخورده بودم اصلا، ظهرم نهار درست حسابی نخورده بودم، رفته بودیم بازار حسابی گشته بودیم با قیمت‌های مختلف و اینا. من فکر می‌کنم خنده داره اگه قیمتشو بگم بهتون، فکر می‌کنم 2 میلیون یا 2,100,000 یه همچین چیزی خریدیم اون موقع خیلی پول بود، حالا که پول نبود، ولی الان که آدم بهش نگاه میکنه میگه چقدر گرون، اصلا چقدر فرق میکنه با الان کنسول الان PS5 و اینا مثلا آدم میخواد بره بخره، خیلی فرق میکنه و این چقدر عجیبه. آره خلاصه دیگه من شام نخورده رفتم تو اتاق، گرفتم نشستم و تو این اتاق نبود، اتاق دیگه بود. بعد داشتم گفتم با گوشیت شروع کن فیلم گرفتن هیچی دیگه، ویدیوهای آنباکس گرفتیم و خیلی کیف داد بهم، ولی هنوزم دارم ویدیوشو و خیلی ویدیوهای عجیبیه.
اصلا خیلی ولی باحاله دیگه. من خودم خیلی دوستش دارم. حس باحالی بهم میده، چون از اون موقع میبینم که این کار صدا و تصویر رو خیلی دوست داشتم ولی شروع نمیکردم متاسفانه. ولی خب خیلی باحاله دیگه. خودم صدا و تصویر خیلی علاقه داشتم بهش، تا اینکه حالا با یوتیوب و اینا هم آشنا شدم تو همون بره زمانی و اوایل کار میا بود، میا پلیس، میای عزیز، و شروع کردم ویدیوهای میا رو دیدم و من دیگه اصلا دیوونه این کار شدم دیگه، میدونی. تازه اون مثلا من خودم خیلی چیز بودم دیگه، خیلی بچه تر بودم و خیلی علاقه عجیب غریب و اینا. بعد میا هم مثلا ویدیوهای بررسی گیم و جمع معرفی گیم و اینتروداکشن های گیم، مثلا چی میگن شرکت های بازی سازی اینجور چیزا رو میومد هیستوریاشون رو تعریف میکرد اینا. بعد من دیوونه شده بودم، گفتم چقدر باحال، من دوست دارم این کارو بکنم اینا. بعد نمیکردم، خیلی جالب بود. بعد هی ویدیوها رو میدیدم، فکر میکنم موقعا ویکلی میذاشت اگه اشتباه نکنم میا. بعد دیگه کوروش وارد شد، بعد دیگه خود کوروش و ایمان شروع کردن دیگه کومانو زدن دیگه، هی 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 هی. من فکر میکنم بزرگترین فنشونم، حس میکنم، یعنی دوست دارم که باشم، چون از من تمام ویدیوهای کانال میا رو دیدم. میا که هیچی، کومانو، همه بچه ها رو، ایمانو، همه رو و تنها کسایی هن که ویدیوهاشون رو کامل دیدم. از اولین ویدیو دیدمشون، یعنی از به جرئت میتونم بگم بزرگترین فنشونم، عاشقشونم. یعنی اگر که ویدیوهای منو میبینن از همینجا بهشون سلام میکنم، به کوروش عزیز، ایمان عزیز و میای گرامی، میا خانم. و اینکه آره خیلی دمتون گرم که انقدر باعث پیشرفت کامیونیتی یوتیوب فارسی شدین. مرسی که انقدر خوبید، مرسی که انقدر ویدیوهاتون جذابه حتی واسه سنین بالا. یعنی جوری نیستش که فقط من جوان بشینم ببینمش، نه، من ویدیوهای کومانو با مامان و داداشم میشینیم میبینیم، اکثرا با مامانم، داداشم کمتر، بیشترشو با مامانم میبینم من ویدیوهای کومانو. و میگه که چرا نیومد، مثلا هنوز نیومده، هی از من میپرسه علی نیومده، میگم نه نیومده. یا حتی ویدیوهای خود میا رو هی مامانم میگه که نیومده و من ما هی منتظریم که بیاد و بشینیم ببینیم همون دقایق اول. آره به خاطر همین خیلی دوستتون دارم، خیلی ممنونم ازتون بازم به خاطر این کار بزرگی که انجام دادید. این مخصوصا این فکر کنم آره دیگه 6-7 ماه اخیر دیگه که اون ایونت برگزار شد تو استودیوتون و کلی ایونت های مختلف که ثابت کردید واقعا نامبر وان یوتیوب فارسین. ولی خب کوروش جان دیگه بسته، نوبت منه. کوروش جان بزن گاراژ که من اومدم. امیدوارم که یه روزی از نزدیک بچه ها رو ببینم من و حتما من پشت صحنه یکی از ویدیوهای کومان باشم، چون خیلی دوست دارم باشم. و اون استودیو خفن و اون کنسولای بازی و اون بورد گیم های خفن و کلا دوست دارم دیگه، اون ساختار کلی استودیوشون و حالت شومیه که درست کردن سنگی و خیلی کلا دوست دارم دیگه از نزدیک برم ببینم چه جوری شده و اینا. خیلی خوشگله، خیلی دمتون گرم. میدونم یه 8-9 ماه من دیر دارم تبریک میگم تو، ولی خب اولی ویدیو و من الان بعد بهتون تبریک بگم. ولی خب آره مرسی که انقدر خوبید، مرسی. اینم یادمون نره به نظرم که همه آدم ها، یعنی هیچ کسی تو دنیا کامل نیست. خب یعنی اینجوری نیستش که بهترین آدم وجود داشته باشه. اینو راجع به بچه ها نمیگم و کلا دارم میگم. و بعضی موقع ها شاید اشتباهی سر بزنه از کسی، از خودم شروع میکنم اول.
ممکنه آدم حرف اشتباهی بزنه، حرکت اشتباهی بکنه تو ویدیوش و به نظر من نباید حالا جاج بشه، صرفا اصطلاحاً جاج بشه که وای این کارو کرده. بابا طرف مثلا 8-9 ساله 10 ساله کارش اینه. خب حالا تو این 8-9 سال هی نیومدید شما یه تشکر بکنید ازش، کسایی که حالا هیت میدن و سر داستان این صابون سیدنی سوینی، حالا کاری با اون داستانا ندارم، ولی خب کلا اینجوری نباشیم بهتره به نظرم. گذشت که حالا داستان کوروش اومد عذرخواهی کرد و اینا، حالا من کاری به اون داستان ندارم، ولی خب به نظرم یکم آدما گذشت داشته باشن یکم زندگی قشنگتر میشه کلا. و اینکه همه زحمات طرف رو یهو نذارید زیر پا بعد بگید این چیه، میدونی، انتقاد بکنید، بگید آقا این کار نمی‌کردی بهتر بود، صرفا اوکی. و اینکه آره دوست داشتم اینو بگم خیلی، چون احساس کردم که کاش اینو یکی میگفت. نمیدونم حالا کسی گفته یا نه واقعا، ولی حس میکنم باید یکی اینو میگفت زودتر و اون داستان انقدر بولد نمیشد که بیا تو اینستاگرام و اون اتفاق، مثلا اتفاق خاصی هم نبوده ولی خب اون هیتی که بچه‌ها گرفتن مثلا من عجیب بود که مثلا بابا کوروش ایمان چقدر خوبن، با میا مثلا این همه سال دارن کار میکنن، هیچ کس نیومد مثلا چیز کنه، میدونی. آخه به نظرم نباید این اتفاق میافتاد دیگه، حالا افتاد و تموم شد و خوشحالم که خیلی کوتاه بود این موضوع، چون من خیلی دوستشون دارم و حساسم روشون. دوست ندارم که لطمه‌ای وارد بشه به کانالشون، چون واقعا خوبن دیگه، میدونی، یعنی خوبن. من فقط میتونم همینو بگم. بگذاریم. جدیدن هم که نه برای من، خب چون اولین ویدیو میخوام صحبت بکنم مثلا میشه جدیدن. میا هم که پادکست فرابخش رو شروع کرده، خیلی خوشحالم، خیلی خفنی دیگه. اینم دلیلی بود که من حقیقتا شروع کنم دیگه، یعنی گفتم که میام که شروع کرد دیگه من باید 100% شروع کنم کارمو و دیگه پشت گوش انداختم مسته. ببخشید بابت این صداهای مسخره، ولی خب ببخشید مریض بودم و هنوزم کامل خوب نشدم. امروز دوست داشتم راجع به این موضوعی صحبت کنم بچه‌ها. بعد از گذشت 23 دقیقه خورده‌ای 24 دقیقه ویدیومون رو شروع بکنیم به نظرم دیگه. موضوعهای جانبی بسته. موضوعی که دوست داشتم امروز راجع به صحبت بکنم احساس کافی بودن، احساس ناکافی بودنه که به نظرم خیلی جدیدن توی پلتفرم‌های مختلف شبکه‌های اجتماعی خیلی بولد شده و خیلی راجع بهش صحبت میکنن که آره احساس ناکافی بودن اینه اونه و طرف من احساس ناکافی بودن داد، ولی صرفا من احساس میکنم که این موضوع قبلا هم وجود داشته، ولی وقتی که اومد توی شبکه اجتماعی خیلی بولدتر شد. یعنی مثلا میگم شاید طرف قبلا همین اتفاق واسش میافتاد، ولی به واسطه این که طرف توی اینستاگرام یا حالا توییتر یا حالا هر جای دیگه، تلگرام، هر جایی که خونده، خب یهو هم میگم یا این همونی که خوندمش، یهو واسش یهو میزنه تو چشمش که اوه این بود که مثلا طرف من احساس ناکافی بودن داد. خب به نظرم این یکم داستانیه که آدم میتونه خودش کنترلش کنه. چجوری؟ با این موضوع، با این داستان که مثلا چجوری بگم، یکم حساسیتش رو آدم به نظر من کم میکنه. خب یعنی خیلی حساس نباشه که مثلا وای طرف این کارو کرد و من حس ناکافی بودن داد. خب مثلا اون آدم، اینم باید بگم قبلش که اون آدم کیه. خب اون آدم کیه؟ اگر که آدم مهم زندگیته
مثل خانواده، دور و بریا، دوست و آشناته، مثلا دوست صمیمیت، پارتنرته، به نظرم باید بشینی باش صحبت بکنی، بگی که آقا این حس رو به من نده، یا این رفتار رو به من نکن، این رفتار رو با من نکن که من این حس به دست بده. و خیلی چیز ساده ایه به نظرم. این تئوری خودمه که شاید بگم 95%، یا شاید هم بیشتر، نمیدونم، این نظر منه، 95% موضوع ها با صحبت کردن حل میشه. یعنی باید وقتی که صحبت بکنین خیلی چیزا رو میتونید حل بکنید. نظر شخصیمه، بازم میگم، ولی خب احساس میکنم که وقتی آدم صحبت میکنه، یعنی این زبونه به خاطر اینه که آدم صحبت بکنه دیگه، حالا هر مشکلی با هر کسی، کاری ندارم کلا. آره به نظر آدم باید بشینه صحبت بکنه که آقا بی خیال دیگه، این کارو نکن با من، میدونی اگه مهمم برات این کارو نکن، اگه نه که خدا نگهدار. خیلی راحت، خیلی راحت، و اصلا خودتون اذیت نکنید راجع به این موضوع. و میدونی اگر این آدم گفتم مهمه واسهتون، یعنی آدم نزدیکتونه تو زندگی، حتما باش صحبت بکنید که این کارو نکنه. ولی اگر که به نظر خودم باز اون شخص خیلی شخص رندومی بود، یعنی تو خیابون یه نفر یه کاری کرد، یه حرکتی کرد باهاتون، اصلا واسهتون مهم نباشه، خیلی راحت بگذرید، خیلی راحت ازش بگذرید و اصلا بهش توجه هم نکنید حتی. چرا که شما 24 ساعت روزتون رو نمیتونید خراب بکنید به خاطر این موضوع که وای این طرف این کارو با من کرد، این طرف این رفتار رو با من کرد. نه بابا بی خیال، اصلا مهم نباشه واسه یه طرف بسیار آدم رندومی این کارو با شما کرده و به نظرم اصلا مهم نباشه واسهتون که طرف وای این کارو کرد با من، بی خیال، بندازش دور. آره این درجه حساسیت رو ذره آدم کم بکنه شاید خیلی راحت تر باشه کلن راجع به همه موضوع، صرفا نه صرفا رفتار آدم، نه کلن آدم یکم بی خیال تر باشه راجع به موضوع ها، به نظرم خیلی ساده تر میشه زندگی و خیلی بهتر میشه، خیلی شیرین تر میشه یعنی. و اینکه آره اینم از این داستان. چیز دیگه ای به نظر من الان که به ذهنم میاد راجع به این موضوع بخوام بهتون بگم، اگرم که مثلا اون طرف همکارتونه، سر کارتون مثلا داره این کارو میکنه، یا تو دانشگاه هم کلاسیتونه، تو مدرسه هم کلاسیتونه، بغل دستیته، حالا صرفا تو جوامع مختلف دارم میگم اینه که خیلی ساده ازش فاصله بگیرید. یعنی خیلی ساده، خیلی راحت از طرف فاصله بگیرید و نذارید که این حسه ادامه دار بشه واسهتون، میدونی، نذارید که هی این بولد بشه واسهتون، که هی یعنی تکرار بشه این حسه واسهتون که ای وای ای وای ای وای اینجوری شد امروز چند بار این حس بهم دست داد و این بره تو مختون تو کل روز و شاید هفتهتون و ماهتون رو خراب بکنه کلا. خب دوست ندارم، خودمو دارم میگم، دوست ندارم این حسو هی با خودم به دوش بکشم. نمیدونم من اصلا چرا دارم راجع به این موضوع الان صحبت میکنم. کلا همینجوری قبل از اینکه دوربین روشن بکنم و بخوام رکورد بکنم ویدیو رو، یهو همینجوری اومد تو ذهنم، گفتم خب همین راجع بهش صحبت میکنیم دیگه، وگرنه قبل ویدیو اصلا من هیچ چیزی نداشتم، هیچ موضوعی نداشتم راجع بهش که بخوام امروز باهاتون صحبت بکنم. این موضوع یهو اومد خورد تو ذهنم و گفتم که خب چون این موضوع هم خیلی بولد شده تو شبکه‌های اجتماعی و تو مدیای مختلف، گفتم که تو پلتفرم‌های مختلف گفتم که باهاتون صحبت بکنم یکم این موضوع رو بذاریم کنار. به نظرم خیلی دیگه داره لوس میشه، چون از نظر خودم یکم لوس هم هست دیگه، میدونی آخه میدونی یعنی یکم چیز دیگه، نمیدونم چه جوری بگمش، ولی مثلا اینم بگم و بعضی موقع ها ما احساس ناکافی بودن رو با توجه اشتباه میگیریم. چرا؟ چون
مثلا میگیم توجه نکرد بهمون، این حس ناکافی بودن بهمون دست داد. توجه به نظرم یه چیز دیگه است. احساس ناکافی بودن شاید یه چیز دیگه باشه از دید من، ولی فکر میکنم که کلا از هم دیگه جدا هم هستن. توجه شاید بعضی موقع ها مثلا میگم از طرف حالا هر کسی آدم نگیره باعث حس ناکافی بودن میشه. خود توجه به نظرم صرفا احساس ناکافی بودن نیست، باعثشون میشه. ولی توجه و الشون راجبی صحبت نمی کنم. میخواستم یه چیزی بگم که احساس میکنم جالب نبود واسه این موضوع پادکست و یکم مسیر رو عوض میکرد، مسیر صحبتمون رو. به خاطر همین ترجیح میدم که راجبش صحبت نکنم. کسایی هم که منو دارید الان میبینید، من ببخشید هی حواسم به 2000 تا جا هست، به خاطر اینکه این اتفاقای مختلفی کنار منه و به خاطر همین من حواسم به همه جا باشه که همه چی اوکی باشه، از لحاظ صدا، تصویر، همه چی درست باشه. آره اینم از این موضوع. دوست دارم که توی پادکستم چه سکوت طولانی کردم. آخه صدای گنجشکا داره میاد، خیلی جالب واسم. بعد آره اتاق 100% آکوستیک نیست، به خاطر همین موضوع این صدای قشنگ میاد. کلن دوست دارم که توی پادکستم راجع به موضوعات مختلفی صحبت کنیم. موضوعشم فقط من انتخاب نمی کنم، دوست دارم که توی کامنت ها بهم بگید شما هم چه موضوعی با هم صحبت بکنیم، چه موضوعی بیشتر شما رو جذب میکنه. به خاطر اینکه من اسم کانال رو گذاشتم خودمونی، که یه فضای خودمونی داشته باشیم، همه با هم راحت باشیم. و دوست دارم که نمیدونم این اتفاق بیفته یا نه، ولی خودم خیلی دوست دارم که افراد مختلف رو بیارم روی برنامه و توی کانال با هم صحبت بکنیم. حالا نمیدونم این واقعا اتفاق بیفته یا نه، ولی دوست دارم افراد مختلفی که خودم دوستشون دارم که باشون صحبت بکنم، شما هم ببینید، شما هم بشنویدشون. خیلی افراد مختلفی هن، از یک قشر نیستن، ولی خب افراد خیلی با طیف کاری، شغلی و اخلاقی مختلفی هن. این چی میگم بهش، ورایتی، تنوع کاری، حالا شغلیشون و اخلاقیشون و اینا رو به نظرم جالبه که آدم ببینه، بشنوه و بیشتر آشنا بشه باهاشون. حالا نمیدونم این اتفاق بیفته نه، ولی دوست دارم این اتفاق بیفته که یه حالت کانکشنی باشه که بین من و شما و این دوستانی که حالا تشریف میارن تو برنامه باشه. نمیدونم واقعا این اتفاق بیفته. اینو میگم بازم خودم دوست دارم که این کامیونیتی انقدر بزرگ باشه و این افراد هم بتونن بیان تو برنامه‌مون. خیلی خوشحال میشم دیگه. همین دیگه. اینم راجع به کانال دوست داشتم بگم، یه خورد تو ذهنم گفتم که اینم بهتون بگم. میگم من ذهنم 2000 تا جا و نمیتونم زیاد تمرکز کنم. امیدوارم که اذیت نشید. خب میدونم اذیت کننده است، ولی خب دوست دارم که یکم تحمل کنید تا من خودم رو وفق بدم با شرایط ویدیو و پادکست. خیلی خیلی ممنونم ازتون که تحمل میکنید این موضوع رو. دیگه چرا راجبه چه موضوعی میخواستم صحبت بکنم؟ این موضوع احساس ناکافی بودنه خیلی بحث طولانی احساس میکنم و آدم مثلا من فکر کنم 7-8 دقیقه راجبش صحبت کردم.
خیلی موضوع عجیب غریب طولانیه، ولی من دوست داشتم که یه چیز کوتاه بگم ازشو بگذرم، چون احساس میکنم دیگه انقدر همه راجبش صحبت کردن دیگه خیلی تکراری میشه که منم بخوام هی صحبت بکنم راجبش و سرتون رو درد بیارم و صرفا یه تیکه نظر خودم رو گفتم و گذاشتمش کنار، گذاشتم ازش. آره اینجا یک سری اتفاقایی خواهد افتاد توی حالا کانال پادکست یا کانالی که برای ولاگ و اینجور چیزا ضبط میکنم توش. اونم اینه که احتمالاً یه برنامه هایی دارم براش، خیلی برنامه های مختلفی دارم، امیدوارم به همشون برسیم، یعنی به تک تکشون عملی بشن، اتفاق بیفتن، چرا که احساس میکنم این نه هست، الکی نگم، هستش توی یوتیوب، حالا چه توی پادکست های مختلف. صرفا من نیستم که میخوام این کارو بکنم، ولی دوست دارم که یه برنامه همه جانبه‌ای داشته باشم. مثال میگم، یعنی جوری باشه که به عنوان میام برنامه واسهتون حتی بخونم تو برنامه. اینو خیلی خودم دوستش دارم، نمیدونم که اینجوری میشه یا نه، این اتفاق میفته یا نه، ولی دوست دارم که واسهتون یه تیکه هایی هم بخونم به عنوان میام برنامه که همش یه تک من صحبت نکنم و خستتون نکنم. اینو میخواستم بگم. لطفاً اینم که دوست دارید تو هفته چند بار من رو ببینید و من رو بشنوید، توی کامنت ها و حالا هر جای راه ارتباطی که با هم داریم رو دوست دارم به هم بگید که دوست دارید چند بار منو در هفته ببینید و بشنوید که بیشتر با هم ارتباط داشته باشیم و هم دیگر رو ببینیم. امیدوارم که این کامیونیتی انقدر بزرگ بشه و این اتفاقاتی که من خودم دوست دارم اتفاق بیفته توش، که یه کانال یکم متفاوت تر داشته باشیم نسبت به پادکست های دیگه، که صرفا گفتگو محور نباشه، صحبت کنیم توش، بخونیم با هم دیگه، آواز بخونیم با هم دیگه، با این صدای درب و داغونی که من دارم. ولی خب امیدوارم که بتونید تحمل کنید صدای بنده رو. آره سبک موسیقی هم که گوش میدم بذارید بگم بهتون، من همه سبک موسیقی گوش میدم، رپ، پاپ، راک، متال کمتر، دیگه هیپ هاپ و سنتی و کلاسیک و همه جور رو من گوش میدم. از هر خواننده ای معمولا مدل‌های مختلفش رو گوش میدم و آره خیلی آهنگای متنوعی گوش میدم و هلوش بهتون بگم شاید باورتون نشه، حدود من فکر میکنم حدود 90 گیگ یا حدود 100 گیگ من آهنگ دارم کلن. بعد یه سری فول آلبوم های عجیب غریبی از یه سری افراد دارم که خیلی عجیبه، خیلی باحاله. مثال عدل، بانوی اول به نظرم، من عاشقشم، گرچه با این موضوعات داستانایی که حالا پیش اومده میگنم چی دزدی ادبی داره شعراش، حالا نمیدونم دقیقا چیه، ولی خب من عاشقشم، عاشق صداشم، عاشق موزیکاشم. و مثال میگم عدل یکیشون بود. خیلی خواننده ها دارم، خارجی، ایرانی، رپر، غیر رپر. یکی از کامل ترین آلبومایی هم که دارم تو ایرانی ها تو پاپ فکر میکنم ابیه. آره خیلی ابین خیلی فوله دیگه. کیو دارم؟ خیلی هن آخه، تک تک بخوام بگم خیلی زیادن، خیلی هن. هرچی اسم به ذهنم میاد هست آخه. مثلا تو این جدید معیده که بهنام بانی و دیگه محسن یگانه هستش، فرزاد فرزین هستش دیگه، احسان خواجه امیری هستش. حتی اینا قدیمی هن، جدید نیست. جز بهنام یکم جدیدتر از بقیه شونه، ولی خب اونا همشون قدیمی هن. محسن چاوشی هستش. خیلی خیلی من خیلی آهنگای مختلفی گوش میدم و توی رپرام یکی از کامل ترین
آلبومایی که دارم آلبومای مهراد دیدن، زد بازیه دیگه. آره دیگه تو رپرها کیو دارم کامل؟ شایعو دارم، خیلی هن. رضا پیشرو هست، خیلی هن دیگه. آره خیلی دوستشون دارم. امیدوارم که یه روزی بشه که من بتونم باشون صحبت بکنم، چون خیلی علاقه دارم بهشون، به حالا خواننده ها، چون به نظرم کلی ما باهاشون خاطره داریم دیگه، یعنی تک تکشون، حالا هر کدوم به هر نحوی، به یه نحوی، یعنی همشون خوبن دیگه. من یه اعتقادی که دارم راجع به خواننده ها، میگم که هر خواننده‌ای حداقل یه آهنگ خوب داره، حداقل. و به خاطر همین خیلی مختلف آهنگ از افراد مختلفی گوش میدم، چون میگم دیگه احساس میکنم هر خواننده حداقل یک یا دو تا آهنگ خوب داره. خاطر همین خیلی مختلف میشه این طیفه. آره اونایی هم که دوستشون دارم دیگه، فول آلبوماشونو دارم دیگه، یه سریاشونو. آره اینم از موسیقی دیگه. راجع به چی دوست دارم صحبت بکنم توی پادکست؟ راجع به غذا، موسیقی صحبت کردیم، راجع به غذا دوست دارم اپیزودهای مختلف راجع به اتفاقهای مختلف، موضوعهای مختلفی صحبت بکنیم. ولی این احساس میکنم حتی نمیدونم، شاید هم واسه خودم اینجوری باشه، این که آدم بشینه مثلا 1 ساعت راجع به یک موضوع صحبت بکنه شاید اذیت کننده باشه واسه شنونده. خودم اینجوری احساس میکنم، نمیدونم اگر که شما دوست دارید اینجوری باشه خب بهم بگید. ولی من احساس میکنم راجع به، یعنی توی یه اپیزود که هلوش 1 ساعته، خودم البته دوستم 1 ساعته باشه، نمیدونم چرا، حدود 1 ساعته باشه، اینجوری باشه که راجع به چند تا موضوع مختلف صحبت بکنیم. نمیدونم اگر شما دوست دارید راجع به یک موضوع خاصی رو صحبت بکنیم و از ریل اون یک موضوع خارج نشیم، خب بهم بگید. اگر که نه، صرفا دوست دارید که مثل من راجع به چند تا موضوع صحبت بکنیم و حوصله‌مو سر نره، حالا اونم باز بهم بگید که ببینم چجوریه، شما بیشتر چی دوست دارید. ولی خب خودم دوست دارم که راجع به موضوع مختلف که تو ذهنم میاد همون لحظه صحبت بکنم. خیلی دوست دارم برنامه ریزی شده باشه، هیچی جلوم نیست، نه نوتبوکی دارم روش که مثلا نوشته باشم، دفتر یادداشتی چیزی داشته باشم، نه چم لپتاپی چیزی ندارم که تو نوتش چیزی نوشته باشم که یادآوری بشه واسم. ولی خب یه موضوعهای کلی کلا تو ذهنم میارم قبل از هر ویدیو که بتونم. البته نه دیگه نمیشه که اینجوری اینجوری باشه که فقط خودم صحبت کنم، دوست دارم شما هم باشید. خب اصلا نمیشه آقا، کنسله. بعد موضوع رو مشخص کنم قبل از هر ویدیو بعدی که شما هم بدونید و بتونید شما هم چیز بکنید، تبادل نظر بکنید با هم دیگه، و پس نمیشه ولش کن. اون داستان کنسل متاسفانه بچه‌ها، کسایی که با من هم نظر بودن موضوعای یهویی بچه نمیشه. آره دیگه راجع به چه موضوعی دوست دارم امروز صحبت بکنم باهاتون که حوصلتون هم سر نره؟ نمیدونم، حس میکنم واسه ویدیو اول بسته، چون خیلی دارم پر حرفی میکنم. نمیدونم اذیت میشید یا نه از صدای بنده، امیدوارم که خسته نشید، چون اولین اپیزود بچه‌ها. دوست دارم که هفته یه بار رو حداقل آپلود داشته باشم تا ببینیم چی پیش میاد، کم کم با سلایقتون بیشتر آشنا بشم، ببینیم که چی جذاب‌تره واسهتون. من سعی میکنم که خودم این جذابیت رو داشته باشم توی ویدیو، که جذابیت داشته باشم توی پادکستمون، جذابیت رو داشته باشم که شما خودتون رو درگیر نکنید و صرفا شنونده باشید. ولی خب دوست دارم که شما هم نظر بدید، به هم بگید که چی دوست دارید، بیشتر چی گوش میدید توی پادکست ها، و دیگه خدمتتون عرض شود که نمیدونم بشه یا نه، ولی دوست دارم یه جلسه با مامانم با هم بشینیم صحبت بکنیم. حس میکنم که خیلی باحال بشه.
خیلی خوبه دیگه. نزدیکترین کسی که تو زندگی من دارم مامانمه. خیلی چون خیلی خوب منو میشناسه احساس میکنم ویدیو باحالی میشه و همین دیگه. دوست دارم که بیاد باشه کنارم. حالا نمیدونم اتفاق بیفته یا نه، ولی اینم یکی از برنامه‌هایی که خودم دوست داشتم که اتفاق بیفته. هلوش 45 دقیقه الان ضبط کردیم و به خاطر اینکه اپیزود اوله و خسته نشید دوست دارم که زودتر تمامش کنم. هلوش 50 دقیقه تمامش کنم. یه 5 دقیقه دیگه مزاحمتون میشم. مهمون خونتون هستم و بعدش رفع زحمت میکنم از خدمتتون. حس میکنم رفتم مهمونی گرفتم نشستم دارم صحبت میکنم و بقیه نشستن صامتم و گوش میکنم به من دیگه. حس باحالیه، حس خیلی خوبیه، گرچه اولش یکم سخت بود ولی الان حس خیلی بهتری دارم. خیلی اوکی هم، خیلی راحت تر شدم. آره اپیزود بعدی دوست دارم راجع به 2 موضوع صحبت بکنیم. خرید کردن. ببین خرید کردن منظورم چیه؟ خرید کردن منظورم اینه که نوع خرید کردن شما چه شکلیه، شما چه جوری خرید میکنید. مثال میگم، من حالا نمیخوام اسپویل کنم دیگه موضوع، یعنی ویدیو بعدی رو نمیخوام خراب بکنم که نصفش الان بیام صحبت کنم راجعش باهاتون. چه جوری خرید میکنید اینجوری بگم بهتره. و کلا نوع خرید کردنتون و خرید کردنتون چه شکلیه، به چه چیزایی، چه نوع خرید کردنی علاقه دارید، حالا آنلاین یا حضوری صرفا. و اینکه چیز دیگه که دوست دارم راجعش صحبت بکنیم غذاه. خیلی به غذا من علاقه دارم و امیدوارم که شما هم خیلی به غذا علاقه داشته باشید چون من بسیار آدم شکموییم و آره دوست دارم راجع به غذا هم صحبت بکنیم. چه غذایی دوست دارید شما معمولا میخورید و اینکه یه غذا بهم بگید که تا آخر عمرتون، امیدوارم که 1000 سال زنده باشید همتون، ولی خب تا آخرین لحظه خب شما فقط یک انتخاب غذا دارید. خب اون غذا چیه؟ اونم واسم بنویسیدش. راجع به این 2 موضوع میخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم. تو تلگرام واسم بنویسید و امیدوارم که هفته خوبی رو داشته باشید بچه ها. هفته بعد رو تا هفته دیگه که میخوام ببینمتون همه چی خوب پیش بره براتون. هر چیزی که دلتون میخواد، هر چیزی که دلتون میخواد براتون اتفاق بیفته. امیدوارم که بهترین اتفاقا براتون بیفته، سخت نباشه و همه چی آسون پیش بره واسهتون. دیگه چی بگم خدمتتون دیگه همین دیگه. بیشتر از این مزاحمتون نمیشم. آره دیگه هفته ویدیو هفته بعد راجبش صحبت کردیم. پادکست بعدی رو آره تا هفته بعدی ببینیم چی پیش میاد بچه ها. مرسی که تا این لحظه با من بودید بچه ها. واقعا متشکرم ازتون که اولین اپیزود منو کامل دیدین. اتفاق خیلی خوبی میفته تو کانالم، مطمئن باشید. شما باشید کنارم خیلی خیلی اتفاقای بزرگتری با هم پیش میاریم. دوست دارم کامیونیتی خیلی بزرگ بشه. خلاصه که آقا کوروش بازم میگم دیگه من اومدم و مراقب خودتون باشید بچه ها. خیلی کلی همین دیگه. مرسی فعلا. به قول ایمان بای بای. اشتباه بسید نه؟ امیدوارم درست گفته باشم.